سلام و وقت شما بخیر آقای نیرو، بسیار خوش آمدید به برنامه. تشکر. سلام بر شما و بر بیننده هایی که ما را از طریق شما تماشا میکنند. ممنون. جناب نیرو، به عنوان نخستین پرسش میخوایم از شما پرسان بکنم که حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در شرایط فعلی مهمترین چالش که فرای افغانستان قرار دارد، دیدگاه حزب جنبش اسلامی افغانستان چه است به نظر شما؟ خب همونطور که شما در جریان هستین، بعد از تحولی که در سال 2021 به وقوع پیوست، یعنی حتی یک ماه قبل از اون تحول هم تصور نمی رفت که در افغانستان چنین وضعیت به وقوع خواهد پیوست، ولی متاسفانه این وضعیت به وجود آمد که نه تنها حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان بلکه سایر احزاب سیاسی و همچنان نهادهای مدنی، نهادهای حقوق بشری و حتی سازمانهای بین المللی در این راستا هم شوکه شدن و هم متاثر شدن از وضعیت که به وجود آمد. بنان حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان همچون یک بخش کلان از مردم افغانستان را در خود داره و از این آدرس بیشتر در تحولات اخیر چند دهه نقش اساسی را ایفا کرده، چی در قبل از 2001 و یا ای که بعد از سال 2001، زمانی که بحث انتخابات ها و چگونگی تعیین زعیم مردم توسط خود مردم بنان در او ساختارها یا در او حرکتها یا در او روندها در یک شک نیست که حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان نقش اساسی خود را ایفا کرد. بنان تغییری که به وجود آمد بعد از سال 2021 کاملا وضعیت را به وجود آورد که نه تنها حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان که کل مردم افغانستان در یک وضعیت شوکه قرار گرفتن که حتی ما گفتم قبل از سقوط تا یک ماه قبل هم تصور نمی رفت چون این وضعیت. بنان نزدیک به 5 سال میشه که این وضعیت ادامه دارد. اعضای این حزب در کشورهای مختلف دنیا یا در داخل افغانستان نگرانی خود را از وضعیت دارند و امیدوار هستند که این روزهای تاریک زودتر پایان پیدا کنه و حداقل مردم افغانستان سرنوشتشان را به دست خودشان بتوانند رقم بزنند. خب حالا بدون شک حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در 2 دهه که جمهوریت در افغانستان حاکم بود، نقش بسیار مهم و حیاتی را داشت در نظام افغانستان. ولی نزدیک به 5 سال میشه که امارات اسلامی افغانستان به قدرت رسیده. حالا شما گفتین که اعضای شما در کشورهای مختلف مسکن گزین شدن و قرار دارن. مهمترین چالش هایی که فعلا شما بررسی کردین و یادداشت های شما چی را نشان میده به نظر شما که امروز افغانستان درگیرش است و راهکار بیرون رفت از این باران فیلی از دیدگاه جنبش ملی اسلامی افغانستان چه است آقای نیرو؟ خب بحث این که امروز متاسفانه نزدیک به 5 سال سپری میشه افغانستان فاقد یک حکومت مشروع است. این مشروعیت نه سوی مردم افغانستان تایید شده و نه هم خارج از افغانستان، یعنی دنیا هم تا هنوز موفق به این نشده که یک ساختار درست و منظم را در افغانستان ایجاد شود و اونا به رسمیت بشناسند. که نبود یک حکومت مشروع خودش میتونه بحران کلان را بر یک ملت داشته باشه. در نزدیک به 5 سال بر علاوه عدم مشروعیت حکومت در افغانستان، بحث حقوق زنان و حقوق بشر است که نگرانی را نه تنها میان مردم افغانستان بلکه مردم دنیا، بین مردم دنیا هم به بار آورد. بحث بسته بودن مکاتب دختران، موضوع عدم دسترسی شهروندان به حقوق اساسیشان، مسئله مطبوعات و چگونگی سانسور مطبوعات در افغانستان، از طرف دیگر یک بحث کلان یا مشکل کلان دیگر بحث اقتصاد افغانستان است که امروز نبود شغل، کار، روزگار مردم افغانستان را به شدت تنگ ساخته. یعنی از هر 10 جوان که شما
آمار بگیرین تقریبا 8 یا 9 نفر رو بیکار می باشه آقای و نیرو، این سوال بیکاری اینجاست که آیا یک اپوزیسیون فعال و به یک نحو کاریزماتیک در مقابل طالبان وجود داره در بیرون از افغانستان و یا نه؟ مقامات طالبان بارها ادعا کردند که مخالفت جدی بر علیه ما وجود نداره، نه در داخل افغانستان نه در بیرون افغانستان. نظر دیدگاه شما در این باره چیه؟ ما فکر میکنم که نه تنها جریان های سیاسی بلکه سایر نهادهای مثل نهادهای دفاع از حقوق بشر، نهادهای مدنی، نهادهای عامی زنان، اکثر احزاب سیاسی و کل احزاب سیاسی در گذشته که در داخل افغانستان بودن امروز مخالف این روند که از سوی طالبان به پیش گرفته هستند. یعنی به این معنی است که وضعیت موجود در افغانستان و خواست هیچ یک از کسانی که در داخل یا بیرون از افغانستان هستند نمی باشد جز از یک کتله محدود و مشخصه که بیشتر ارتباط میگیره با گروه طالبان و خانواده هایشان شاید مورد قبول ما این ولی کتله من مشخصا چند کیا فاکتور هستن؟ آقای نیرو، این کتله که شما اشاره میکنین آیا در داخل افغانستان حضور دارن یا در بیرون از افغانستان؟ مردم افغانستان یک قسمت کلانش در داخل افغانستان هستند که امروز متاسفانه اینکه یک وضعیت شکننده دامنگیر این مردم است و از سوی دیگر هم تهدیدات که از سوی گروه طالبان صورت میگیرد بیشتر اینا نمیتونن که صدای خود را بیرون کنند. یک قسمت دیگه از مردم افغانستان که تانستان بیرون شوند از افغانستان هم در بیرون از افغانستان دیدگاه مخالف با گروه طالبان دارد. چون ما چند نکته را که در آغاز برنامه اشاره کردم اینمی عوامل باعث شده که نارضایتی میان مردم افغانستان که او عبارت از احزاب سیاسی از نهادهای مختلف است و جریان‌های از بنان این نگرانی را بیشتر ساخته و مردم مخالف چنین روند است که از سوی طالبان به پیش گرفته شد. اما الهی که یک قسمت است مردم افغانستان امروز ناامید هستند از چند دستگی احزاب سیاسی در بیرون از افغانستان و اپوزیسیونی که شما از اون یاد میکنین. رابطه جنبش ملی با سایر گروه مخالف طالبان چگونه است در شرایط فعلی؟ تا جایی که من میدانم تقریبا اکثر احزاب سیاسی، جریان‌های مدنی، نهادهای مدنی و دفاع از حقوق بشر اینا تقریبا تحت یک چتر دارن فعالیت میکنن و این چتر بعد از سقوط افغانستان که یک نشست کلان در ترکیه برگزار شد اکثر احزاب سیاسی از اقوام مختلف از جریان‌های مختلف از نهادهای مختلف گرد هم آمدن یک چتر را تشکیل دادن که امروز اگر ما بگوییم که تقریبا کل کسانی که مخالفین سیاسی و حتی مخالفین نظامی گروه طالبان هستند تانستن تحت این چتر با همان فکر شوند و همصدا شوند. بنان در این قسمت من فکر میکنم که نگرانی وجود نداره. یعنی کل کسانی که مخالفت دارند با گروه طالبان از لحاظ فکری اونا خواستشان همی است که باید در افغانستان آنچه که مردم افغانستان خواهانش هستند به وجود بیاید. داشتن یک نظام مشروع که مشروعیت از او برخواسته از رأی مردم افغانستان و از خواست مردم افغانستان صورت گرفته باشه الا ای که اون حکومت مشروعیت جهانی را هم داشته باشه یا رسمیت کشورهای دور و نزدیک را هم به خود گرفته باشه. یک نکته مهم دیگه موضوع حقوق زن و حقوق دختران در افغانستان است. بحث سوم مسئله چگونگی یک ساختار کلی در نظام افغانستان هستند که حداقل در اونجا تمام اقوام افغانستان و مذاهب افغانستان و ملیت های افغانستان حداقل خود را احساس کنند که در این حکومت ما میتونیم نقش داشته باشیم. بنان الا این که این مسائل عملی نشه من فکر میکنم که نارضایتی همچنان ادامه خواهد داشت و افغانستان با بنبست موجود پیش خواهد رفت که فکر میکنم در این قسمت یک تعداد از کسانی که با گروه طالبان هستن به می باور رسیدن که با این روند نمیشه که حکومت داری کرد، با این روند نمیشه که
نظام ساخت و با این روند نمیشه که مردم افغانستان را رضایتش کسب کرد. اه، آقای اندرو، شما میدانید که طالبان نه اول خط هستند و نه آخر خط در بنبست افغانستان و شما از اقوال مختلف یاد کردین. حالا در شرایط فعلی و وضع موجود در افغانستان، بحث جدا شدن از بدنه افغانستان و بحث خودمختاری که از چهرهای نزدیک به حزب جنبش ملی افغانستان مطرح شده، بحث ترکستان جنوبی است. این موضوع آیا موقف جدی و رسمی حزب جنبش ملی افغانستان است و یا دیدگاه شخصی افراد وابسته به این حزب؟ اول این که هیچگاه حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به گونه رسمی مسئله چگونگی تجزیه افغانستان یا جدا پارچه پارچه شدن افغانستان را ارائه نکردم. حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان مصمم بر یک افغانستان واحد متشکل از اقوام مختلف است و بنان اگر در اینجا دوستا بعضا دیدگاه خود را میتونن بیان کنن، اونا تصمیم فردی و دیدگاه شخصی عزیزای ما هستند که در اون قسمت خودشان پاسخ خواهند داد. ولی نکته اساسی این است که از بس که رهبری گروه طالبان یا امی رهبری یا حاکمیت فعلی در افغانستان وضعیت را زیغ ساخته بالای مردم و تنگ ساخته بالای مردم، بناهن صداهای مختلف از گوشه و کنار افغانستان و بیرون از افغانستان مبنی بر چگونگی پارچه شدن افغانستان و یا بخش شدن افغانستان شنیده میشه که باز هم ما این موضوع را ربط میتونم به آنچه که وضعیت موجود افغانستان است. یعنی زمانی که صدای شما شنیده نمیشه، زمانی که یک گروه به زور میخواه بالای مردمان اون سرزمین حاکمیت کنه، در این شک نیست که رفته رفته بنبست بیشتر شده میره، وضعیت خرابتر شده میره و ما شاهد بدتر شدن وضعیت خواهیم. یعنی اما شما در به قسمت عنوان این که یعنی شما به عنوان سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان طرح سرزمین خودمختاری ترکستان جنوبی را رد میکنین و این موقف حزبی نیست و موقف مارشال دوستم هم نیست به عنوان رئیس حزب جنبش ملی افغانستان. تا هنوز هیچگاه حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در قسمت تجزیه شدن افغانستان یا بخش شدن افغانستان نه اعلامیه صادر کرده و نه هم در این قسمت دیدگاه مشخص داشته. ما همونطور که در آغاز برنامه شما یادآور شدم که افغانستان یک سرزمینی که متعلق به تمام اقوام او سرزمین است می باشد. بنان حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان هم روی یک افغانستان واحد و زندگی مشترک با همه اقوام برادر در افغانستان بوده و خواهد. بنان در این قسمت دیدگاه دوستا ما احترامی که به دیدگاه بزرگا و صاحب نظرها داریم، میتونه که دیدگاه شخصی و فکری خودشان باشه، ولی تصمیم کلی از سوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان مبنی بر چگونگی تجزیه شدن افغانستان گرفته نشده و هیچ نوع بیانیه و همچنان اعلامیه هم از طرف این حزب که به رهبری مارشال دوستم است صادر نشده. بنابراین بازم تاکید میکنم که در این قسمت هر دوست و هر عزیزی که دیدگاه خود را با رسانه ها شریک ساختن، او مربوط به خود او عزیزان است. درست. خوب است که بحث ترکستان جنوبی موقف اصلی و رسمی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به عنوان حزب تجزیه طلب که متاسفانه در این روزهای آخر تداعی شده بود در ذهنیت مردم افغانستان منفی اعلان شده از جانب شما. خب به باور شما امروز افغانستان یک وطن مشترک است یا یک سرزمین شکست خورده، جناب نیرو؟ خب در قسمت این که بازم شما اشاره که داشتین در ارتباط با دیدگاه حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، من باز تاکید میکنم که حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان یک حزب تجزیه طلب نیست، یک حزب که بر چگونگی یک افغانستان واحد و زیستن با اقوام مختلف در افغانستان تاکید داشته و تاکید خواهد داشت. یک.
نکته دوم دیگه ای که امروز سرزمین و من و شما در یک وضعیت بسیار ناگوار و در یک وضعیت و شرایط بسیار خراب قرار گرفته، او ارتباط به کل ملت افغانستان نمیگیره و ارتباط به یک قوم خاص هم نمیگیره. در این هیچ شک نیست که یک گروه که با دیدگاه افراطی و یک دیدگاه تا امروز وقت جنگیدن و امروز هم با معامله یک صورت گرفت در دوحه حاکمیت گرفتن، متاسفانه این سرزمین را بردن به طرف بحران. ولی بحث این است که نه تنها حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان بلکه کل مردم افغانستان خواستار یک افغانستان واحد و یک ساختار منظم که همه اقوام افغانستان در اون ساختار همونطور که کشورشان مشترک است یا کشور ما مشترک است، بنان نظام هم باید مشترک باشه، بناهن تصمیم گیری ها هم باید مشترک باشه. روی مورد دیدگاه کل مردم افغانستان با استثنای یک گروه خاص که یک تعداد اندک در داخل و یا بیرون از افغانستان از اون گروه حمایت میکنن، من فکر میکنم دیگه کل مردم افغانستان در این راستا هم فکر کنند. آقای شما از یک چتر واحد اپوزیسیون بیرونی در مقابل طالبان نشانات داشتیم. خب اگر در آینده نظام تغییر کرد و طالبان به یک نحوی یا با استفاده از گزینه نظامی حذف شدن از افغانستان بیرون شدن و یا تن به انتخابات دادن، تشکیل نظام آینده را در حضور طالبان شما چگونه بررسی میکنید؟ دو نکته است. یکی که خب چون چند دهه پی در پی جنگ در افغانستان مردم افغانستان را به شدت خسته ساخته جنگ و از کشمکش های که صورت گرفت، بنان دیدگاه گروه های سیاسی مخالف طالبان هم حتی گروه های جنگی که در مقابل طالبان هم در نقاط مختلف از افغانستان حرکات نظامی را دارن انجام میدن، همین است که خب 14 جنگ در افغانستان دستاورد را بر مردم افغانستان نداشت، جز اینکه افغانستان ویران شد و عقب ماند. بنان تاکید اینا بیشتر این است که طالبان تمکین کنند و یا احترام بگذارند به آنچه که مردم افغانستان میخواهند. اگر چنین شود در یک شک نیست که نه جنگ صورت خواهد گرفت و نه دربدری در افغانستان صورت خواهد گرفت و نه وضعیتی که امروز چالش برانگیز است ادامه خواهد یافت. بنابراین با گفتگو و با صحبت تمام این معضله و مشکل حل خواهد شد. اما فکر میکنیم که طالبان یک تعداد از اینا و این باور هستند که حاکمیت موجود و با می روشی که دارن ادامه میتن به نفعشان است و هیچگاه تمکین یا تن به گفتگو نمید که بالاخره رفته رفته پایان این همه لجاجت باعث میشه تا افغانستان یک بار دیگه خدای نخواسته بره به طرف درگیری های داخلی که او زمان نه به نفع اپوزیسیون است، نه به نفع طالب است، نه به نفع مردم افغانستان و کشور افغانستان. آقای نیرو، اینا هنوز هم تاکید امین است تعداد زیاد از کسانی که تحت این چتر به عنوان مخالفین سیاسی و نظامی گروه طالبان همصدا هستند گزینه های مختلف دارند روی میز که اولترین یا ابتدایی ترین یا نخستین گزینه عبارت از مذاکره است، عبارت از گفتگو است. زمانی که این گفتگو آغاز میشه شرایط را که مردم افغانستان میخواهند داشته باشند در میز مطرح خواهد شد با طالبان و با پذیرفتن اونا ما میریم به طرف یک نظام مشروع که هم مشروعیت داخلی و هم مشروعیت بیرونی را پیدا کنه. اگر طالبان نپذیرند گفتگوها و یا مذاکرات، من اشاره داشتم که خب اگر نمیپذیرن طالبان خواهان این است که بالاخره باز هم افغانستان یک بار دیگه بره به طرف جنگ داخلی، باز هم افغانستان یک بار دیگه ویران شد، باز هم جنگ ها در کوچه و شهرهای افغانستان صورت بگیرد. بنابراین نپذیرفتن
بحث و گفتمان به خاطر حل چالش موجود در افغانستان معنای جنگ را، ولی ای که این جنگ چی وقت به شکل گسترده آغاز میشه اون رو نمیتونیم ما پیش بینی کنیم. شاید یک ماه، شاید یک سال، شاید کمتر، زیادتر. ولی از این طرف که بیشتر مخالفین سیاسی و نظامی گروه طالبان از دیدگاهشان موضوع گفتگو، موضوع صلح، موضوع گفتمان، بس اینا هست. امیدوار هستم که در این قسمت طالبانه که حداقل این موضوع را درک کردن که تا 5 سال جز روسیه هیچ کشور اینا را به رسمیت نشناخت، وضعیت اقتصادی را بهتر نتانستن. افغانستان فقط یک حکومت است، افغانستان از یک رئیس جمهور مشروع برخوردار نیست، افغانستان دارای پارلمان نیست. افغانستان تقریبا در وضعیت قرار داره که تنها یک گروه با حاکمیت خود میخواهند که 30 تا 40 میلیون انسان و یک سرزمینی که یک تاریخ بسیار طولانی در منطقه داره را اداره کنند. خب این آقای وضعیت خب این گروه چگونه توانست که نزدیک به 5 سال با به رسمیت شناخته شدن یکی از کشورهای بزرگ جهان که روسیه است دوام بیاره؟ پشت اینا چه مملکت وجود داره؟ آیا جامعه جهانی از اینا حمایت میکنه؟ آیا یک کشور مشخص حمایت میکنه؟ و یا اینا به یک نحو دیگه حمایت میشن؟ به نظر شما چگونه اینا دوام میارن؟ چند نکته است، چند بخش دارند. یک قسمت این موضوع را که قبلا هم اشاره داشتم که ارتباط میگیره به فرستادن پول فیزیکی از سوی ایالات متحده آمریکا، که این موضوع بسیار یک موضوع واضح و آشکار است. این که لایه های پت و پنهان دیگه از سوی کشورهای دیگه در بخش های مختلف فی این گروه حمایت میشن یک موضوع، یک بحث کلان دیگه است. اما شما میدانید که موضوع نشست قطر یا دوحه نشان داد که تقریبا ایالات متحده آمریکا دو دسته اینمی کشور با نظام و با ساختار و با کل چیز تحویل گروه طالبان. بنان زمانی که او کار صورت گرفته باشه در این شک نیست که حمایت های از سوی ایالات متحده آمریکا هم به شکل علنی و هم پنهانی صورت میگیره. بنان این حمایت ها عامل اساسی بقای این گروه تا بیشتر از 4 سال شده است. درست. حالا اگر طالبان در آینده آماده معامله شوند با اپوزیسیون، آیا حزب جنبش ملی افغانستان یکی از اعضاب معامله‌گر در آینده با طالبان خواهد بود و یا نه کاملا قطعا رد خواهد کرد به نظر شما؟ به خاطر ساختن افغانستان، به خاطر بیرون رفت از چالش موجود افغانستان، به خاطر احترام برای خواستهای مشروع ملت افغانستان، حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان همیشه تاکیدش همین بوده که ما آماده گفتگو هستیم. این به این معنا است که اگر واقعا گروه طالبان میخواهند صادقانه همو کسان یا همو افرادی که در سطح بالای این گروه قرار دارند و این وضعیت به خود رو هم داره دشوارتر شده میره روز تا روز، واقعا میخواهند که مردم افغانستان به خواستهایشان برسن و اینا گام برمیدارن به خاطر گفتگو، به خاطر صلح، به خاطر بحث روی تغییر وضعیت موجود، در یک شک نیست که حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان هم استقبال خواهد. ولی این که بیشتر از 4 سال سپری شده و هنوز هم ما نتانستیم که موفق شیم تا این میز گفتگو را یا در داخل افغانستان یا در بیرون افغانستان حداقل آغاز کنیم و در اون طالبان شرکت کنه. این امیدها را مبنی بر این که طالبان برای گفتگو و برای بیرون رفت از چالش موجود افغانستان تمکین کنند از راه صلح و گفتمان، این امیدها را کم ساخت و شما گفتین که متاسفانه کم شما شدن. شما گفتین که موفق نشدین نزدیک به 4 سال که یک میز مذاکره را با طالبان آماده بکنیم و وارد مذاکرات مستقیم شویم به عنوان یک
اپوزیسیون فعال، یک حزب فعال که در پرتو پالیسی اپوزیسیون فعالیت میکنین شما، و وقت شما موفق نشدین، چرا یک دلیل واضح بگوین آقای نیرو که چرا دوباره مردم افغانستان به حزب شما اعتماد بکنن اگر قرار باشه که شما دوباره به افغانستان برید؟ خب، در این بازم تاکید من روی اونمو بحث طالبان است. هر قدر که از طرف احزاب یا جریان های سیاسی مخالف طالبان با این گروه صدا زده شد که بیاین مشکل افغانستان را از راه گفتگو و بحث حل کنیم، متاسفانه طالبان پاسخ مثبت نداد تا همین روز. و حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان هم یکی از اون احزاب بوده که تاکیدش روی این مورد بیشتر بود. فقط خواست طالبانی بوده که شما بیاین به افغانستان به عنوان یک شهروند عادی زندگی کنید. و ما نمیفهمیم، ما عفو کردیم و یا پروسه عفو صورت گرفته. با این خود نمیشه مشکل افغانستان. با رفتن یک فرد، دو فرد، پنج فرد یا از رهبران سیاسی خود نمیشه مشکل کلان افغانستان را حل کرد. بنابراین مشکل افغانستان بخش‌های مختلف داره که باید به کل از او بخش‌ها رسیدگی شد. اگر رسیدگی نمیشه باز هم نتایج در پی نخواهد. بنابراین در این جهت یا در این قسمت وقتی که ما میگیم من اصلا موفق نشدیم به خاطر دایر کردن این میز، در اینجا چون طرف ما یا طرف احزاب سیاسی گروه طالبان است، اونا نمیپذیرند. اینمی صدا را لبیک نمیگن، اینمی خواسته قدردانی نمیکنن، تمکین نمیکنن با او چیزی که مردم افغانستان خواهند شد. فقط میگه ما با اینمی شکل باید یا با اینمی روش پیش میریم، چیزی که ما میدانیم یا ما میخواهیم اونم باید شود. از ما کرده نه کس سیاست را میفهمه میگن، نه از اقتصاد را میفهمن، نه هم دین را میفهمن. بنابراین روی اینمی نکته تاکید دارن و اینمی تاکید کردنشان روی نکته یک چالش و یک بنبست داره به خاطر گفتمان به وجود آورده که ما تقریبا بیشتر از 4 سال زمان را از دست دادیم، ولی هنوز هم مردم افغانستان موفق نشدن تا وضعیت از راه گفتگو و صلح تغییر کنن. آقای نیرو، به عنوان آخرین سوال میخوام از شما پرسان بکنم که نورنمای حزب جنبش ملی افغانستان برای مردم افغانستان چه است؟ حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان معتقد است که وضعیت با این شکل و شیوه ادامه نخواهد پیدا کرد. حتما این وضعیت تغییر خواهد کرد و آنچه که مردم افغانستان خواستشان است اون وضعیت خواهند رسید. تلاش های این حزب با سایر احزاب سیاسی در بیرون از افغانستان مبنی بر تغییر وضعیت از راه های مختلف و یا رسیدن مردم افغانستان به هدفشان از راه های مختلف جریان دارد. و تاکید حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان همین است که خب در یک شک نیست که 4 سال و چند ماه یا نزدیک به 5 سال یک زمان طولانی سپری شد و مردم افغانستان تا هنوز همین فشار تحمل کردن. تاکید امین است که خب این وضعیت تغییر میکنه، ولی امیدوار هستیم که تغییر شکل صورت بگیره که افغانستان واحد بشه. امیدوار هستیم که تغییر شکل صورت بگیره که مردم افغانستان بیشتر از این آوارا و بدبخت نشن. باز هم اینجا تو با میدان گروه طالبان است و تصمیم با این گروه است که اگر اینا بخواین با آرامش در یک فضای درست بدون جنگ و خونریزی. احسان نیرو، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، بسیار تشکر که امروز در برنامه حضور پیدا کردیم. موفق و سلامت باشید.